نم چای، سیگارت، ساخر، آبیشنی، آب. چای، سیگار، شکر و داروواری. فقط همینها را در روزهای جشن سال نو به بازداشتگاه‌های روسیه آوردن ممکن بود. مهاجران تاجیکی که بیش از 10 روز باز در یکی از بازداشتگاه‌های سوردلوفسک نگهداری میشوند میگویند تمام این مدت غذای آنها فقط چای و نان بود. برخی ادعا دارند که بی سبب بازداشت شدند و میگویند از گرسنگی رنج میکشند. این خروکوش. نمیدونم این چیه، این وابشه خورده نمیشه، یکم چی نمیمونن در آوردن. این مهاجر را روز 25 دکبر برای رعایت نکردن قاعده های اقامت بازداشت کردند. میگوید همان شب و روز برای تمدید حجت امکان و شرایط نداشت. حالا او را در یک بازداشتگاه موقتی سوردلوفسک نگه می‌دارند، جایی که معمولاً گمانبران در جنایت نیز نگه داشته میشوند. 26 ساعت ساعت 8 ساعت 9 بود 10 بود سر سود بود ایام سر سود ما را کالتسووا بردن بازداشتگاه موقتی کالتسووا اونجا گفتن جان استای ما را گرفتن پروورالسکی رایون آوردن ایویس موزی در 26 دکبر تو این جانب در ایویس قرار داریم اینا 14 روز 15 شبانه روز ما اینجا قرار داریم ولی یگان خروکی گرم دیدگی نیستیم اما رولتون در شیرک انداز من کدگی بودن فقط اما خروکی ما خلیب قنچوی. مهاجران را در روسیه معمولا هنگام بازداشت برای رعایت نکردن قاعده های اقامت و قانون شکنی های خرد به مرکزهای نگهداری موقتی برای خارجیان می بردند و از آنجا اخراج می کردند. اما بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس و زیاد شدن بازداشت ها 5 ایویس یا بازداشتگاه را در سوردلوفسک برای نگهداری مهاجران گذاشتند. مهاجران میگویند آنها را در این بازداشتگاه ها مثل زندان نگه می دارند و رفتار و مناسبت با آنها هم مثل جنایتکاران است. هست برادرایی که مقصد همسرش اومد سموسای دمشق خونگی آش آوردن چکاشون هسته نموندن در آوردنی میگه که ایجا ترمه های میگه ایجا سپیسپریوم نیست ما گفتیم خراشو میدونیم که ایجا ایویس های مقصد نه که ما ترینچیک نیستیم که پدزکانی و یا مرقبیدگیان. مهاجران گفتند روز 9 ینور با کنسولگری تماس گرفته خواستار رسیدگی به مشکلشان شدند. مسئولین نمایندگی وعده کمک کردند. مهاجران تاجیک حالا فقط میخواهند زودتر قرار اخراجشان صادر شود و زندان را ترک کنند. میگویند چنین مناسبت بیشتر با تاجیکان است. به قول آنها بسیاری از مهاجران ازبک و قرغیزی که همراهشان بودند به کشورهایشان برگردانیده شدند.